با ویزای کاری و تحصیلی آلمان چگونه به صورت آنلاین درخواست بدیم؟ به نام خدا و عرض سلام خدمت شما هموطنان عزیز. این سوال است که در این روزا ما از تعداد زیاد از هموطنان دریافت کردیم. به تعداد زیادشان به صورت خصوصی هم پاسخش را ارائه کردیم، ولی چون تعداد سوال بسیار زیاد بود ما خواستیم یک ویدیو بسازیم تا سوال همه هموطنانی که در این مورد سوال دارن حل شود. از طرف دیگه اطلاع حاصل کردیم که تعداد زیاد از دفاتر پکیجای بسیار زیاد عجیب و غریب با اطلاعات و معلومات نسبتا اشتباه را در این مورد جور کردن به خاطر جلب مخاطب و مشتری، که متاسفانه این یک کار بسیار زیاد غلط است و باعث به دردسر افتادن و ضایع شدن وقت و پول شما هموطنان عزیز میشه. به خاطر که از دست چنین دفاتر و اشخاص هم شما در امان بانین و اطلاعات دقیق و موثق داشته باشین، ما ویدیو را برای شما ساختیم. یک نکته را در ابتدا براتون میگم که متاسفانه برخلاف چیزایی که بسیار زیاد تبلیغ میشه، این کدام تغییری بسیار زیاد بزرگه که بتانه روی اضافه شدن یا زیاد شدن چانس صدور ویزا کمک بکنه نیست. فقط تغییری که آمده است که شما قبلا وقتی که میخواستین به ویزای تحصیلی یا کاری آلمان درخواست بدین، تمام ریکوایرمنت ها و نیازهایی که وجود داشت پوره کرده بودین، مجبور بودین که برین به سفارت آلمان در ایران یا در پاکستان حضوری مراجعه بکنین و درخواستتان ثبت بکنین. درخواست شما را میگرفتن و بعد برای شما میگفتن درست است ما اسناد دریافت کردیم، برین هر وقت که نوبت اینترویو شما رسید ما شما را به سفارت دوباره میخوایم. تفاوتی که آمده ایست که فعلا همین مرحله اولی که شما باید برین و به صورت حضوری درخواستتان ثبت کنین آنلاین شده. به صورت آنلاین تمام اسناد را که دارین اپلود میکنین، اونا بررسی میکنن، هر وقت که نوبت اینترویو شما رسید باز اونا شما را میخواین، ولی هیچ تغییر متاسفانه که بتونه چانس صدور ویزا را زیاد بکنه یا بالا ببره نامده و مثل سابق اسناد بررسی میشه. ممکن بتونه که مدت زمانش یک کم او هم بسیار زیاد نه کوتاه‌تر بسازه که بازم خوب است و یک تغییر مثبت است و همچنان از مصارف گزاف و سرگردانی‌های رفتن به ایران و پاکستان در مرحله ابتدایی درخواست وطندارای ما را خلاص میکنه که هم یک نقطه بسیار زیاد خوب و مثبت است. به خاطر درخواست آنلاین ویزای تحصیلی و کاری آلمان به افغانها از طریق سفارت آلمان در پاکستان شما وارد از اینی وبسایت میشین که من در ویدیو برای شما نشان میتم و لینکش هم در این ویدیو یا در کامنت برای شما میگذارم. هرگاه شما در اینجا برین و افغانستان را انتخاب بکنین، قسمی که شما میبینین وقتی که من افغانستان را انتخاب میکنم برای من در اینجا پیام میده که سفارت آلمان در کابل در افغانستان فعال نیست و شما میتونین که به کشورهای دیگه به کشور سوم مراجعه بکنین به خاطر درخواست ویزایتان که این از جمله اینجا اسلام آباد هم نوشته کردن. بعد ما شما میریم در اینجا پاکستان نوشته میکنیم چون راجع کرد ما شما را به اسلام آباد. وقت شما پاکستان را انتخاب بکنین در اینجا دو تا آپشن میاد. یک تا اسلام آباد به کسایی که خودشان تابعیت پاکستان را دارن. دوم کراچی، ای هم مربوط به کسایی میشه که تابعیت پاکستان را دارن. آپشن دیگه را که شما مشاهده میکنین اسلام آباد به متقاضیای افغان است. این آپشن است که جدید اضافه شده و همین چیز است که ما شما به دنبالش هستیم. اما در اینجا نوشته میکنه که online application currently not available، تا فعلا شروع نشده و به فعلا آپشن درخواست آنلاین در دسترس نیست و فعال نشده به هموطنای افغان ما شما. ولی یک آپشن داره receive notification. بخش receive notification چی میکنه؟ شما وقتی که روی ازی کلیک بکنین و در اینجا ایمیل آدرس خودتان را وارد بسازین، هر وقت که درخواستی های آنلاین به افغان ها فعال شد از طریق ایمیل برای شما ایمیل میکنن و شما را در جریان میگذارن که فعال شده. حالا من ایمیل خودم در اینجا نوشته کردم، در پایینم به خاطر که اینا مطمئن شون که ما ربات نیستیم یک تاییدی انجام میگیره که چند ثانیه وقت میگیره و بعد وقتی که شما اینا تایید کردن که شما ربات نیستین و واقعا
یک انسان در پشت کامپیوتر اسی فرم را خانه پوری میکنه، کانفرم بکنین. اینا برای شما میگه که کانفرم ایمیل آدرس. ایمیل برای شما رفت، شما به ایمیل آدرستان مراجعه میکنین، ایمیل آدرستان کانفرم میکنین. هر وقت که ثبت نام آنلاین به ویزای کاری و تحصیلی آلمان به افغانها از طریق سفارت آلمان در اسلام آباد شروع شد، شما را به زودترین فرصت آگاه میسازن و یک ایمیل برای شما نوتیفیکیشن میآید. ولی تا فعلا شروع نشده و یگانه مسیر قانونیش همی است. هیچ کدام تغییر بالای چانس صدور یا عدم صدور ویزا نمیاره و امید داریم که هموطنای ما در جریان باشن، مسائل از مراجع موثق و دقیقش تعقیب بکنن تا خدای ناخواسته باعث ضیاع وقتشان، پولشان و افتادنشان به دردسرها نشه. هر وقت که شروع شد انشالله فعال شد ای آپشن هم، ما کوشش میکنیم که طریقه و چگونگی ثبت نام را هم برای شما ویدیو بسازیم و در اختیارتان قرار بدیم، به خاطر که بتانین از این موضوعاتی که از طریق دفتر ما نشر میشه مستفید شوین، موثق‌ترین و دقیق‌ترین معلومات را به دست برین. میتونین که صفحات اجتماعی دفتر خدمات حقوقی سادات یا سادات لیگل سرویسز را هم تعقیب بکنین. وقت شما خوش، الله نگهدار.